یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های منظومه شمسی، یعنی لکه بزرگ قرمز. این لکه در واقع یه طوفان عظیم و پایدار در جو فوقانی مشتریه که به شکل بیضی دیده میشه. قطرش بین 24000 تا 40000 کیلومتر در جهت شرق به غربه، یعنی زمین به راحتی داخلش جا میگیره. ارتفاعش هم حدود 12 تا 14000 کیلومتره. این طوفان نوعی واچرخنده است، یعنی برخلاف جهت عقربه‌های ساعت میچرخه و بادهایی با سرعت تا 450 کیلومتر بر ساعت در مرکزش جریان دارن. قدمت این لکه حداقل به 177 سال میرسه، ولی بعضی منابع میگن ممکن است 300 سال پیش هم وجود داشته باشه. با این حال نشانه‌هایی هست که نشون میده ممکنه در آینده به تدریج محو بشه. رنگش معمولا نارنجی مایل به قرمزه، ولی در سالهای اخیر کمی کمرنگ‌تر شده. دلیل دقیق رنگش هنوز کاملا مشخص نیست، ولی احتمالاً به ترکیبات شیمیایی در جو مشتری مربوطه.